تا حالا فکر کردین پشت پرده این اپلیکیشن هایی که هر روز استفاده میکنیم واقعا چه خبره؟ خب امروز میخوایم با هم یه سفری بریم به دنیای توسعه بک‌اند و دقیقاً 5 تا مهارت اصلی رو بررسی کنیم که هر کسی برای حرفه‌ای شدن تو این زمینه بهشون احتیاج داره. اگه تازه شروع کردین و حس می‌کنین یه جورایی توی این دنیای بزرگ بک‌اند گم شدین، باید بگم تنها نیستین. این حس کاملا طبیعیه، واقعاً. ولی خبر خوب اینه که یه نقشه‌راه خیلی واضح و مشخص وجود داره که میتونه کل مسیر رو براتون روشن کنه. پس اصلا نگران نباشید. ما دقیقاً همین نقشه راه 5 مرحله‌ای رو براتون آماده کردیم. فکر کنید یه جور قطب نماست که قدم به قدم شما رو راهنمایی میکنه. خب حاضرید که بریم سراغ اولین قدم؟ خب ببینید هر ساختمون محکمی یه فونداسیون قوی میخواد، درسته؟ توی دنیای بک‌اند هم دقیقاً همینه. این فونداسیون ما از 2 تا چیز اصلی تشکیل شده. اول انتخاب یه زبان برنامه‌نویسی درست و حسابی و دوم تسلط روی ابزارهای کلیدی. خب مهارت شماره 1، انتخاب فقط یک زبان برنامه‌نویسی. گزینه‌ها خیلی زیاده، پایتون، جاوا، جاوا اسکریپت و کلی چیزای دیگه. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که تازه کاران میکنن اینه که سعی میکنن چند تاشو با هم یاد بگیرن. این کار مثل اینه که بخواین همزمان پیانو، ویولن و گیتار یاد بگیرین. اصلا جواب نمیده. پس فقط روی یکی تمرکز کنین و تو همون یکی استاد بشین. خب این جدول یه مقایسه خیلی خوب بهمون میده. یه نگاه به ستون راحتی برای مبتدی بندازین. پایتون به خاطر سینتکس ساده و خوانایی که داره معمولاً بهترین گزینه برای شروعه. از اون طرف جاوا رو داریم که خب ستون فقرات خیلی از شرکت‌های بزرگه و جاوا اسکریپت هم که دیگه حرف نداره اگه بخواید یه روزی فول استک بشین. البته یه توصیه مهم، حتما بازار کار شهر و کشور خودتون رو هم یه تحقیقی بکنین. ولی در کل این سه تا گزینه‌های خیلی امن و مطمئنی هستن. حالا شاید با خودتون بگین یاد گرفتن یه زبان جدید چقدر طول میکشه؟ خب نگاه کنین به این عدد. با روزی 3 تا 5 ساعت مطالعه و تمرین شما میتونین توی فقط 2 ماه به یه سطح خیلی خوب برسین. واقعا فوق‌العاده است نه؟ خب بریم سراغ مهارت حیاتی دوم، گیت. گیت رو مثل یه ماشین زمان برای کداتون در نظر بگیرین. بهتون اجازه میده هر تغییری که میدین رو ثبت کنین. اگه یه جای خرابکاری کردین راحت برگردین به عقب و از همه مهمتر بتونین خیلی راحت با بقیه اعضای تیم کار کنین. راستشو بخواین امروز دیگه برنامه‌نویسی تیمی بدون گیت تقریبا معنی نداره. میدونم دنیای گیت میتونه اولش خیلی بزرگ و ترسناک به نظر برسه، ولی به این جمله خوب دقت کنین. قانون معروف 80-20 اینجا هم کاملا صادقه. یعنی شما توی 80% مواقع فقط از 20% دستورات گیت استفاده میکنین. پس لازم نیست خودتون رو توی جزئیات غرق کنین. فقط کافیه روی همون دستورات اصلی و پرکاربرد تمرکز کنین. و دقیقاً به خاطر همین قانون 80-20 یادگیریش خیلی سریعتر از اون چیزیه که فکر میکنین. ببینین فقط با 1-2 هفته تمرین شما میتونین اون دستورات کلیدی رو کامل یاد بگیرین و با خیال راحت توی پروژه هاتون از گیت استفاده کنین. به همین سادگی. خیلی خوب. فونداسیون رو ریختیم. حالا وقتشه که بریم سراغ ساختن اسکلت اصلی اپلیکیشن. این بخش یکم تئوری تره ولی فوق‌العاده مهمه. میخوایم در مورد مفاهیم و الگوهای صحبت کنیم که در واقع مغز و منطق برنامه شما رو میسازن. مهارت سوم ساختمان داده و الگوریتم‌ها و اینجا جاییه که صادقانه بگم خیلی ها وسوسه میشن ازش بپرن و راه رو کوتاه کنن. ولی این جمله روی اسلاید یه هشدار خیلی جدیه. این مفاهیم مثل الفبای حل مسئله برای یه برنامه نویسه. اگه اینا رو بلد نباشین، نه فقط توی مصاحبه‌های کاری شرکت‌های بزرگ به مشکل میخورین، بلکه کدایی که مینویسین هم بهینه و کارآمد نخواهند بود. پس خواهشاً این مرحله رو سرسری نگیرین. برای اینکه این پایه فکری رو محکم بسازین باید به خودتون زمان بدین. 1 تا 2 ماه مطالعه متمرکز روی این موضوعات یه سرمایه‌گذاری بلند مدت روی آینده شغلیتون. مطمئن باشین که سودش رو توی تمام مراحل بعدی کارتون می‌بینین. و مهارت چهارم، الگوهای طراحی یا همون دیزاین پترن ها. بهترین راه برای فهمیدنشون اینه. فکر کنین یک کتاب آشپزی دارین پر از دستورهای امتحان شده و عالی. دیزاین پترن ها هم دقیقاً همینن ولی برای مشکلات رایج و تکراری توی دنیای نرم افزار. وقتی اینا رو یاد میگیرین دیگه لازم نیست هر بار چرخ رو از اول اختراع کنین. تازه باعث میشه بفهمین فریم ورک های معروفی مثل جنگو یا اسپرینگ در واقع چطوری کار میکنن. و خبر خوب، با حدود 2 ماه وقت گذاشتن میتونین با الگوهای اصلی و مهم آشنا بشین.
این دانش بهتون یه قدرتی میده که کدهاتون فقط کار نکنن بلکه تمیز، خوانا و قابل توسعه باشن. این یعنی یه پله بالاتر رفتن تو برنامه نویسی. خب تا اینجا منطق و اسکلت برنامه رو ساختیم، ولی یه اپلیکیشن بدون داده مثل یه مغز بدون حافظه است. هیچ فایده‌ای نداره. پس حالا وقتشه بریم سراغ آخرین قطعه اصلی پازلمون، دیتابیس ها، یعنی همون جایی که تمام اطلاعات مهم برنامه ذخیره و مدیریت میشه. و میرسیم به مهارت پنجم، کار با دیتابیس ها. همونطور که میبینین ما دو تا خانواده اصلی داریم. یه طرف دیتابیس های رابطه‌ای یا SQL هستن. اینا مثل یه فایل اکسل خیلی پیشرفته و منظم کار میکنن با ردیف و ستونهای مشخص. برای کارهایی که دقت بالایی میخوان مثل سیستم های بانکی عالیان. طرف دیگه دیتابیس های غیر رابطه‌ای یا نو SQL رو داریم. اینا خیلی انعطاف پذیرترن و برای داده های بدون ساختار مشخص مثل اطلاعات شبکه‌های اجتماعی ایدئال هستن. خب این لیستو که میبینین شاید یکم بترسین، ولی اصلا جای نگرانی نیست. خبر خوب اینه که شما لازم نیست همه اینا رو یاد بگیرین. فقط کافیه از هر خانواده یکی رو انتخاب کنین. برای شروع پیشنهاد من MySQL از دنیای SQL و MongoDB از دنیای نو SQL هست. این دوتا از همه محبوبترن و کلی هم منابع آموزشی براشون پیدا میشه. و چقدر زمان میبره؟ خیلی راحت میتونین یه ماه وقت بذارین برای یادگیری اصول یه دیتابیس SQL و ماه بعدش هم برین سراغ یه دیتابیس نو SQL. البته قرار نیست بعد از 2 ماه متخصص بشین ها، ولی دانش کافی برای اینکه بتونین توی پروژه‌های واقعی با هر دو نوع دیتابیس کار کنین رو حتما به دست میارین. عالیه، همه قطعات پازل کنار هم قرار گرفتن. حالا بیاین یه قدم بریم عقب و به کل نقشه راهمون یه نگاه بندازیم. این تصویر کلی سفر 12 ماهه شما رو برای تبدیل شدن به یه توسعه دهنده بک‌اند نشون میده. پس این شد نقشه راه 5 مهارتی ما. ببینید چقدر منطقیه، همه چیز پشت سر همه. اول زبان رو انتخاب میکنیم. دوم با گیت ابزارمون رو حرفه‌ای میکنیم. سوم با ساختمان داده و الگوریتم مغز متفکر برنامه رو میسازیم. چهارم با دیزاین پترن ها ساختار رو بهینه میکنیم و پنجم با دیتابیس ها به برنامه‌مون حافظه میدیم، یه مسیر کاملا مشخص. و وقتی این 5 تا مهارت اصلی رو یاد گرفتین، تازه میرسیم به قسمت هیجان انگیزش، یادگیری یه وب فریمورک. چیزایی مثل جنگو، اسپرینگ یا اکسپرس. اینجاست که تمام اون چیزایی که یاد گرفتین به هم وصل میشن و شما میتونین اپلیکیشن های واقعی بسازین. این مرحله هم حدوداً 2 ماه زمان میبره. و در نهایت تصویر بزرگ. همه اینها روی هم میشه حدود 12 ماه. یعنی با روزی چند ساعت تلاش مستمر شما میتونین توی فقط 1 سال از یه فرد کاملا مبتدی به کسی تبدیل بشین که با اعتماد به نفس میتونه برای موقعیت‌های شغلی بک‌اند رزومه بفرسته. این یه هدف کاملا واقع بینانه و دستیافتنیه. خب حالا شما نقشه راه رو جلوی روتون دارین. سوال اینه، اولین قدم شما چی؟